بان علی مرشدی رو ببینیم. این شما و این مصاحبه‌ای با علی برای اولین بار. بریم. خانم آقایان، گرمترین سلام‌های من رو بپذیرید. برای همه شما آرزوی سلامتی و شادکامی دارم. هرگاه که به دبی میام شاهد فعالیت‌های مختلفی هستیم، چه فعالیت‌های بیزینسی و چه فعالیت‌های هنری، چه فعالیت‌های اجتماعی. خدمت شما عرض کنم که در کنار این بازار بزرگ و گسترده بیزینسی دبی یک سری از کارهای هنری هست به وسیله جوانای ایرانی داره انجام میشه که واقعا قابل تحسینه. این روزها از حدود یک ماه و نیم پیش شما شاهد خواننده‌ای هستید به نام علی مرشدی که با آلبوم زیبای خودش به زودی قرار هست که در صف خوانندگان جوان قرار بگیره و کار خودش رو برای شما به محک گذاشته و در این رهگذر تلاشی بسیار چشمگیر داره که از علی عزیز دعوت کردم که بعد از مصاحبه لایوی که حدود 7-8 روز پیش با او داشتم در برنامه ضبطی ما هم شرکت بکنه و با او گپی داشته باشیم. علی جان خیلی خوش اومدی. خوبی؟ خیلی خوش اومدی. به تبریک میگم به خاطر این همه تلاشت و این همه کارهایی که داری این روزها انجام میدی. از که کارتو شروع کردی؟ والا من قبل از این که صحبتمو شروع کنم اول میخوام از شما تشکر کنم. زنده باشی. به خاطر حمایتی که تو شروع کار من داشتید. به هر حال من وظیفه خودم میدونم که قبلش از شما تشکر کنم و بچهای تلویزیون. والا من حدود 5-6 سال جسته و گریخته تو این زمینه کار میکردم، اما کار جدیمون رو فکر میکنم حدود 2 سال شروع کردیم دیگه. 1 سال و نیم. 2 سال کارت شروع کردی. بسیار عالی. از کجا شروع کردی؟ ما از داخل ایران شروع کردیم. داخل ایران شروع کردیم. مختلفی کار میکردیم تا اینکه با یه عده دیگه هماهنگ شدیم و دیگه قرار شدش که کارمون رو به شکل خیلی حرفه‌ای شروع بکنیم، ادامه بدیم که الان هم با همیم و اگه خدا بخواد میخوایم بعد از اینم با هم بمونیم. بسیار عالی. علی، از روز اولی که آهنگات رو پخش کردیم، مخصوصا آهنگ 2 نفریت که حالا در طول برنامه امروز پخش میکنیم که با شهروز داشتی، بسیار مورد توجه قرار گرفته. آهنگات تو چه سبک و سیاقی هست؟ با کدوم آهنگسازا داری کار میکنی؟ با کدوم ترانه سراها داری کار میکنی؟ والا کارهایی که تو ایران هست اکثرا اون حس و بوی خودشو داره. یعنی به نظر من موزیک داخل ایران با موزیک لس آنجلس یه مقدار متفاوته. یعنی شعرها و آهنگسازا احساسشون به نظر احساس فرق میکنه. یعنی کسی اون شنونده اینو متوجه میشه که کار از داخله و ما تو این چند سال گذشته هممون دیدیم که کارهای خیلی قوی از داخل ایران در میاد. بچه‌ها فعالیت‌های خوبی دارن و این فعالیت‌ها به شکلی شده که الان دیگه جامعه ایرانی همه میدونن که کارهای خیلی خوب از داخل ایران داره میاد بیرون. اکثرا هم قشر جوون این کارا رو ارائه میدن. ما هم کم و بیش با همشون یا با یه عده‌ای که برجسته ترن کار کردیم یا سعی می‌کنیم که از اونا توی کارامون استفاده بکنیم و کاری که ارائه دادیم با گروه‌ها و آهنگسازهای مختلفه. کاری که شما راجبش صحبت کردید که کار فکر نمی‌کردم، کار آهنگسازیشو آقای شاهین خسروآبادی انجام داده. شعرش مال داوود بصیریه و کار ضبطش هم که شهروز انجام داده. بسیار عالی. خب راجب این آهنگ می‌خوایم بعد از این که این آهنگ جدید و زیبای علی رو برای شما پخش میکنیم همین الان که یه آهنگ جدید هست، فرمش هم خیلی خوشگله. تو ایران هم ویدیو برداری کردن، نه؟ چه آهنگ؟ توقع زیادی. آفرین. یه آهنگ خوشگل داره به نام توقع زیادی که خیلی هم جالبه. توی استخر یا توی محفظه‌ای که آب هستش این ویدیو ضبط شده. بذارید ویدیو رو ببینیم و بعد علی خودش درباره تهیه این ویدیو با شما صحبت خواهد کرد. آهنگ توقع زیادی. از کسی نباید توقع زیادی داشت. این آهنگ رو با هم می‌بینید و لذت می‌برید.